زیکش که از قدیمی ترین ارزهای منطقه حریم خصوصیه این هفته شروع کرد به رشد خیلی شدید. قیمت از $500 هم گذشت که این بالاترین سطحش از سال 2018 تا امروزه. این یعنی تقریبا بیشتر از 80% رشد تو چند روز و الان زیکش سر صف موج ارزهای حریم مالی قرار گرفته. دلیل این توجه اینه که با زیکش میتونی فرستنده، گیرنده و مقدار تراکنش رو کاملا مخفی نگه داری و الان تعداد بیشتر از ZEC داره به کیف پولای خصوصی انتقال داده میشه. این کار داره ارزی که در گردش هست و کم میکنه و توجه بازار رو برای همین برده بالا. یه نکته مهم اینه که نشانگر شدت حرکت که بهش میگن RSI الان خیلی بالاه. این یعنی این قیمت یه موقعیت هیجانی رو داره تجربه میکنه و یه اصلاح کوتاه مدت اصلا دور از ذهن نیست. به سطح‌های مهم باید نگاه کنین. حواستون به $480 حمایت باشه و $540 مقاومت. من همچنان اینا رو روز به روز پیگیری میکنم و اگه تغییر جدیدی بیاد همینجا آپدیت میکنم.